پارت 2 نوروز در تاجیکستان، سفرهای ایرانی‌ها توی تاجیکستان و یه سری چیزای جالب، جشن و سرودهای توی تاجیکستان. پارت 1 گذاشته بودیم، عزیزم میخنده. عاشقینیت قصب کنید. بخند تموم شد. پارت 1 گذاشته بودیم، حتما برید اونم ببینید. و اون پارت 1 عالی بود. من اون ویدیوهایی که دیدم خیلی خوب بود، احساساتی شدم و خیلی جذاب بود و کاش توی ایران هم همچین چیزی داشتیم. بریم پارت 2 رو با هم ببینیم. آها، فقط اونی که این ویدیو رو داشته این شد. خیلی سبک موسیقی جالبی دارن. چقدر تمیز، ببین چقدر جشنای خفنی میگیرن تاجیکستان. اصلا ببین وای به آهنگو ببین. آفتاب و بار دیگر خانه را پر نور کن. فصل زمستون داره میره و فردا رو خوب کن. اینو خودم گفتم. دوستان را شاد گردان، دشمنان را کور کن. آها، باری دیگر خانه را پر نور کن. دوستان را شاد گردان. چه حالی میده واقعا اینجا، چه حالی میده. خیلی جالب. آره تاجیکستان، آره خیلی باحاله. تمیز. میدونی چیه؟ آها بذار تا دیگه جالب آشنا نیست برات. چرا؟ میدونی چیه؟ جوم زرجونم سیدلت کنه. یا آهنگ لوری هم هست میگه چی؟ همین جوم زرجونم لوریه. به خدا اصلا حیف که اینترنت نداریم الان، وگرنه بهت نشون میدادم. ولی بعدا میذارمش روی ویدیو ببینید، اونم خیلی شب ریتمیک همین. خیلی باحالیه. خیلی اصلا اینجا غلیظ‌تر شد. من یکی از رقص اینو خوشم میاد، یکی از رقص ازبکستان. آره اون ازبکستان خیلی چیز میگه چی؟ قیلونه چاک کرده من طعم شیرین جوم زرجونو اینه. ولی خب کمر باری با من بخواب کمر باری. اومدی تاجیکستان، این جاهایی که بهت میگم و حتما اول از همه باید شب‌های چراغونی و قشنگ دوشنبه رو ببینی. رنگی پنگیه. دوشنبه که میگن اینجای دیگه. آره ببین رنگو. بعد بازدید از قلعه حصار داشته باشید و لباسای تاجیکی کرایه کنید و کلی عکس و فیلم‌های قشنگ بگیرید. بازار مهرگان که هم حالا نمیشه لباس تاجیکی بخریم. اون بازار روز تاجیکستان رو بازار مهرگان منم شنیده بودم این بازار مهرگان میگن همه چی توشه. باخت دادید تازه تمام سوغاتیات هم میتونی از اینجا بگیری. قلعه هولبوک و بنای 40 دختران زیبا هم که حکایت سنگ شدن 40 تا دختره رو کلا این 40 تا دختر سنگ بشه و 40 تا دختر 40 دخترمون تو چاه افتادن و یکی سایی هم بودن تو ایران میگفتن 40 تا دختر افتادن تو یزد. اون چرا؟ نمیدونم، به خاطر حمله اعراب بوده. حتما باید تو لیستت داشته باشی. بازدید از باغ کوروش، ساختمان پارلمان و میدان باغ کوروش استقلال که محل میدان استقلال دیگه. استقلال تاجیکستان تیم داره ولی خب ما پرسپولیس ایرانی. گذاری جشن‌های نوروز هم از واجباته. حالا کجا غذا بخورید؟ مرکز آش یا همون پلو، رستوران بخارا که موسیقی زنده هم داره. من خیلی دوست دارم بخارا برم. رستوران شرشره و کلاب کارائیب و رویال حتما تو برنامه‌تون باشه. چاش. در تاجیکستان هستیم و روی این پولشون به فارسی و رسم الخط روسی یه شعری نوشته شده از شاعر معروف همدانی که میخوام بدم به این دوست عزیز تاجیکمون از روش بخونه. هر کی ما را یاد کرد ازید مر او را یاد بود. هر کی ما را خار کرد از عمر برخوردار بود. هر کی اندر راهی ما خار فکند از دشمنی. هر گله کز باغ اصلش بشکفد بخار بود.
در دو عالم نیست ما رو با کس گرد و غبار. هر کی ما رو رنجه دارد راحتش بسیار بود. اینجا ببین چه خفنه رو پولشون. حالا ما عکس رسمی شاعر ایرانی میرسید علی همدانی میباشد. ایران و تاجیکستان ما همزبان، دوست، هم فرهنگ، با شما میفخریم. خوش آمدید، باز بیایید، رحمت به شما، نظم کنید، رحمت. پیرمرده ما کلشون توی جای دیگه. یکی از جاذبه‌های تاجیکستان این نان‌های جذابشونه. وقتی این فیلم رو توی پنجشنبه بازار شهر خوجند داشتم میگرفتم، عطر نان‌های اسما رو ببینی، اسم خوجند حتی معلومه قدیمای ایران ساسانیان خیلی قدرتمند بودن. بعد بخارا پایتخت تازه فضا رو در آغوش گرفته بودن. اینجا توی شهر دوشنبه پایتخت کشور تاجیکستان و این نماد در واقع اسماعیل سامانیه که توی سامانیان در شهر دوشنبه است که از جاذبه‌هاشونه. شهر دوشنبه یکی از دلایلی که در واقع نامگذاری شده به دوشنبه برای اینکه در گذشته اینجا یک بازاری وجود داشت به نام دوشنبه که من فکر نمی کنم اینجوری باشه. به خاطر این بازار اسم اینجوری گذاشتن دوشنبه. نمیدونم، شما بگید چرا اصلا اسمش دوشنبه است؟ شاید آره در واقع اینطوری بگم که قبلا اصلا اسم شهر استالین آباد بود و بعد به خاطر بازاری که اینجا توی دوشنبه ها اتفاق میافتاد اسمش رو تغییر دادن به شهر دوشنبه. چه جالب. و اینم پارت 2 ویدیوی تاجیکستان، نوروز تاجیکستان. خیلی ویدیو دیگه هست و من سعی کردم از جای مختلف یه چیزای جالبی پیدا کنیم که بتونیم هم ببینیم اونجا رو چه جوری بوده، هم واقعا من لذت بردم. اینکه مثلا دوست دارم برم، هی میگم اینو و آخر میریم ویدیو هم میگیریم اونجا، عشق و خود صفا همش جشن پایکوبی. اینجا بعد میترسی بری او امسال نه پارسال عید 13 خورده بود تو شب قدر، یادته؟ بعد آقا بسته بودن نمیذاشتن بری، نمیذاشتن بری 13 در بکنی. اصلا تو وضعیه. خیلی خوشحالیم که واقعا شما حداقل دارید لذت میبرید از این جشن و امیدوارم ما هم زودتر به این محبت الهی بیشتر نگاه کنیم راجع به کشورمون، وطنمون و زبانمون. خیلی دوستتون داریم. حتما ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم کنید. برم خدافظ.